البته کار درست اون لاته میکرد که میگفت جنده رو بنداز رو تخت و تموم، اگه باهاش حرف بزنی پررو میشه. میدونین درد خیلیا سر طوفان الاقصی چیه؟ یه مشکل ساده و روشن دارن، از جمهوری اسلامی متنفرن. مابقی حرفایی که میزنن کشکه و جواب دادن بهشون مثل همون قضیه پرروشون میکنه. ولی واسه اونایی که هنوز گوشی واسه شنیدن دارن میگیم، قضیه فلسطین قضیه اول و آخر قرن معاصره. موضوعش هم مثل روز روشنه. یه عده دزد و جانی به اسم یه قوم دینی با مظلوم نمایی مسخره بعد از جنگ جهانی دوم از همه جا پا شدن اومدن فلسطین و یه کشور به چه قشنگی و جذابیت رو غصب کردن. غصب تکرار کنین یادتون بمونه ماهی گوریا. آخه مریض جاکش، این همه زمین کیری توی آفریقاست. اگه راست میگی میرفتی اونجا، چرا از همه جا میای خونه زندگی یه سری آدمو بیرون میکنی و آواره‌شون میکنی؟ حالا بعد از دزدیدن زن و بچه و زمین و هویت 7 روز بگذره یا 70 سال فرقی داره؟ نکنه توی قاموس شما مال دزدی اگه زمان از روش بگذره دیگه حکمش اینه که مال خودشه؟ از همون 70 سال پیشم غیر از غربیا و کشورهایی که یهودیا توش سرمایه گذاری کرده بودن، همه مخالف این دزدی شدن. همین شاه کسخل تنها اعتبارش توی کشورهای عربی به خاطر حمایتش از فلسطین بود و تا آخرش هم هیچ وقت اسرائیل رو به رسمیت نشناخت. اولین بازی فوتبالی که توی ایران اسم فوتبال رو ملی کرد، بازی ایران و اسرائیل بود که بعدش مردم ریختن توی خیابون و بر علیه اسرائیل شعار دادن و آژانسی که مال خط پروازی اسرائیل بود و آتیش زدن. مخالفت ما با دزدی و تجاوز مال امروز و دیروز و این حکومت و اون حکومت نیست. مردم ما ذاتشون مقابله با ظلمه، حالا هر جای دنیا که میخواد باشه. همینه که از دوره پهلوی تا جمهوری اسلامی مردم ما با گریه‌های فلسطین گریه کردن و با خنده‌های امروزش جشن میگیرن. پایان پیام.